اتمیه عظیم و زندانی سابق سال 2016 را سالی با براره می‌داند، چون در این سال کارگاه خردی دوزندگیش را که برای دستگیری زنانی هم قسمتش تأسیس داده بود بزرگتر کرد. و اول کار را در یک بینای خرد شروع کرد و حالا دو سیخ را در کارخانه نورتکس خوجند فعال کرده است. گاستینسی وای لنوبوت دویم اتشمو و داده بودن. کمتر کار کردیم از بس که وسیع شد و یا ما استثالاتون وسیع‌تر شد، ماتراس جای وسیع طلب میکند. ما فقط از روی جو می‌دوختیم. خیلی میشد اون وقت. از اول همین خیلی سر کرده بود. روی جو کتی سر کردیم. از بس که وای همین یک وظیفه و یا مهم وظیفه گرفتیم و کارخانه‌های دولتی تامین کردنی و ماتراس بولیش و کورپا. آنها در یک کارگاه کورپا، در دیگری برای طبیبان لباس و جلد کورپا و بالشت می‌دوزند. در یک سال توانستند با 3 شفاخانه و یک قسم نظامی شرطنامه بندند و صاحبکاری را پیش برند. صفاتش جدا هم صفات. پخته‌های تینگ تینگ نه، پخته‌های توزه که از زود می‌گیریم. از زود می‌گیریم. 6 کیلو پخته. بوش نیست و یونده پخته‌های توزه. آنها از می‌بینید با پخته‌های استود است که با پخته‌های توزه ماترس‌های متریالش وای نمیشه رنگش نمیبرد. شتگیم در رنگش نمیبرد. سونی زنکو کارشون جدا هم خوشره. کاچسوینی کار میکنن این زنکو. تو کارشون توزه بفریب کار میکنن. حالا در این کارگاه 10 زن کار میکنند که در گذشته برای جنایت‌های گوناگون در زندان بودند. مزد کاری ماهانه‌شان تقریباً 1000 سامانی است. دلبر حکیمه که برای آدم کشی 10 سال عمرش را در زندان سپری کرده است، بعد بیرون آمدن از زندان نیم سال جای کار جستجو کرد، ولی فقط در همین جا در برویش باز شد. همین وقتی با آخردیم همین رئیسش کتی که ما کارم همه پخته کتی کار بکنیم با من این کارت این کارای میتونستم مدرسه کرده میتونستم عدستم می اومد سانی همینجا با اومدیم کار کردیم. گلسوم مجنونووا هم سرنوشتی شبیه دارد. او سالها پیش از زندان رها شد، ولی تو جنایتکاری گفته در هیچ یک کارگاه برایش روی خوش نمیدادند. او هنری دوزندگی را هم نمیدانست، ولی اینجا یاد گرفت. ما را همون طوری که هستیم قبول میکنند، ولی ما کوشش میکنیم که خطاگی های پیشینه را تکرار نکنیم و اصلاح شویم، زیرا ما میخواهیم خوب زندگی کنیم. همراه من فقط بچه خردیم است و 2 فرزند دیگرم همراه پدر و مادرم هستند، چون که من امکانی نگاه و بینی آنها را ندارم. من هرچند تا این وقت جای کار نداشتم، ولی البته هرچی از دستم آمد کمک میکنم. حالا من جای زیست ندارم، چون که برای اجاره مبلغی زیاد میگیرند. Снимать квартиру очень дорого. Нету денег, честно. اتمیه عظیمووا تنها زندانی سابق است که گرانت 10,000 سامانی رئیس جمهور را دریافت کرده است. او سال 2013 با گناه قاچاق مواد مخدر برای 8 سال به زندان محکوم شد، ولی بعد ادای 1 سال زندان بر اساس قانون عفو در برابر 300 زن دیگر آزاد شد. ما بسیار اکثریت کارگرو شوهر نداریم. مثال کارگرو میاد که دعای شب بی‌وزن خدا تستر میشونن، دعا میکنیم شب روز خداش تو برکت کارم. او باور دارد که سال 2017 کارشان رواج می‌یابد و حتما آشی شکرانه را هم می‌دهند.